به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. به شهرآورد پایتخت خیلی خوش اومدین. از تهران، ورزشگاه بزرگ آزادی صدای من رو میشنوید. ایرانیان بزرگوار همراه ما هستن و شهرآورد 102 رو با قضاوت بنیادی فرد تماشا خواهند کرد. ببینیم که تقابل جواد نکونام و گل محمدی که رفتن سمت هم دیگه خوشوبش هم کردن به چه شکل در نهایت به پایان خواهد رسید. 7 بار به علیرضا بیرانوند، 6 بار در رقابت این فصل تونستن کلین شیت بکنند. یارگیری نفر به نفر پشت محوطه جریمه، درگیری بازیکن‌ها با همدیگه. داور سوت‌های ممتد رو اونجا میزنه. آرمین سهرابیان داره با سروش رفیعی صحبت میکنه. علی نعمتی که با آرمین سهرابیان اونجا برخوردی رو داشته، عقب نفوذ به سمت سینه بازیکن و ضربه‌ای که اونجا زد و صورتش رو گرفت. نعمتی رو درازکش روی زمین قرار گرفت. در یک آن دیده میشه مهدی پور یرساده بودن یه دروازه، ضربه سر آفساید هست اونجا و نزدیک بود دروازه پرسپولیس باز بشه. مهدی ترابی با پای راست یرساده بودن یه دروازه، فرصت داره پرسپولیس روی ریباند میره دروازه استقلال باز بشه و سید حسین حسینی نجات داد دروازه خودشون. بازیکن پرسپولیس میبینیم با هم دیگه. اولی رو نعمتی زد، ریباندش دوباره نعمتی. بنیادی فرد داور بازی بوده و منم گزارشگر بازی بودم. 13 آذر 1400 که بازی 0-0 مساوی تموم شده. ببینید این بار نتیجه به چه شکل رقم خواهد بود. اسماعیلی فرگرسون بلندی دروازه، فرصت داره پرسپولیس. زاویه سر اول حسین کنعانی که روی پاش رفتن بازیکن استقلال و بالاخره دورش کردند. کمک داوران ویدیویی با هم میبینیم این صحنه برخوردها رو گرفت بازیکن پرسپولیس رو و نداشت گولسیانی حرکت بکنه. یه برخورد دیگه اونجا بین روزبه چشمی و کنعانی و آرمین سهرابیان و شهاب زاهدی صورت گرفته. برخوردهایی که رفتن کنترل بکنن که میتونه پتانسیل گرفتن پنالتی رو برای پرسپولیس داشته باشه یا نه. میخواد اعلام بکنه، میره به سمت محوطه جریمه پرسپولیس با دست اشاره میکنه که کارو باید دنبال بشه و خبری از پنالتی نیست. حامدی فرما توپش در حالی زده شد که توپ بیرون رفته و پرچم بالاست. یرسال بلند پشت مدافعان استقلال رو هدف گرفتن و توپی که اونجا سید حسین بیرون میاد گرفته، پرچم بالاست، توپ به گل تبدیل میشه اما پرچم کمک داور بالاست و خطای مهاجم روی دروازه‌بان رو گرفت. با هم دیگه میبینیم صحنه آهسته رو، پاس بلند پشت مدافعان، توپی که این گونه سرلک با پای راست برای سروش رفیعی پشت محوطه جریمه. ضربه بی‌دقت سروش رفیعی در چارچوب نیست. سروش رفیعی ارسال بلند دروازه، فرصت داره پرسپولیس و مدافعان استقلال به توپ میرسن و کوین یامگا جریمه پرسپولیس. ضربه سری که مدافعان پرسپولیس میزنن و حالا ترابی نتونست توپو خیلی هم دور کنه. توپی به دستش هم برخورد کرده. داور میخواد کار دنبال بشه و حالا اعتراض همه نیمکت نشینان استقلال رو هم به همراه داشت. این صحنه است که اینجا تو دستش هم خورد. پاس رو عقب بده رضاوند، پاس عالی، فرصت داره اونجا محمدی، باز هم یامگا یرسال کوتاه، بلانکو تعادلش رو از دست داد. میگن پنالتی اونجا کادر فنی استقلال داد اینجا که معتقد بودن با برخورد مدافع پرسپولیس کنعانی توپو زده. سهرابیان با پای چپ یرسال روی دروازه که ضربه سر مدافع پرسپولیس زد. بازم فرصت داره استقلال. بلانکو پرچم بالا نیست و کار دنبال میشه، خود بلانکو ثابت توپه و علی بیرانوند دروازه بیرون رفت و توپو در اختیار گرفت. که برخورد کرد مدافع پرسپولیس، درگیری دو بازیکن با هم دیگه موفق. یامگا ارسال کوتاه و زمینی، فرصت داره اونجا محمدی میچرخه میزنه ضربه‌شو محمدی و نزدیک بود دروازه بیرانوند باز میشه تو این صحنه. یه حرکت در میانه میدان توپگیری بازیکنی استقلال و باز هم خطای کارت زرد برای بازیکن استقلال به همراه داشته. دست داور گرفته روزبه چشمی با جدیت باهاش صحبت میکنه اما فرا خوند بازیکن خطاکار رو و کارت زرد رو میگیره. بازیکن استقلال پاس بلند پشت مدافعان اینتی فرار کرده اونجا شهاب زاهدی از دروازه بیرون میاد. سید حسین حسینی تو در اختیار گرفت. فروش رفیعی رد شد، میخواد یه پا دو پا بزنه که موفق نیست و اسماعیلی فر مسیر رو بسته. یرسال بلند روی دروازه برای محمدی میتونه ضربه سر بزنه اونجا و
زده بود میتونه دروازه پرسپولیس باز بشه، ولی بیرانوند تو بود در اختیار گرفت. میبینیم با هم دیگه نرسید. یارگیری نفر به نفر صورت گرفته بین بازیکن‌های هر دو تیم. دیگه این کارا قشنگ نیست که از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه انجام میشه. بیرانوند میره سمتشون و ازشون میخواد که آرامش خودشون رو حفظ بکنن. دو سه نفر میگه آقا نزنید که قضیه تموم شه. مهدی پوره که باید اونجا توپو به گردش در بیاره. با پای راست یه ارسال بلند و کاتا روی دروازه زمین سر خطرناک و بیرانوند توپو در اختیار گرفت. یه پاس رو به عقب خطرناک. این پاس اشتباه میتونه کار دست استقلال بده. حسینی تو زاویه سر دور کرد پشت محوطه جریمه زمین. امید عالیشاه به توی دروازه چه تعویضی میکنه یحیی گل محمدی. باید بگیم همون همیشگی، یعنی امید عالیشاه واسه برای پرسپولیس گل میزنه. کجا رفت؟ یکی بگیره امید عالیشاه رو. پرسپولیس 1 استقلال 0. سکوهای قرمز آزادی رفت رو هوا تا بازی 1-0 بشه. با هم دیگه میبینیم صحنه آهسته رو، یک کنترل، یه ضربه و توپی که رفت گوشه دروازه استقلال قرار گرفت. پرسپولیس 1-0 جلو افتاد. اون پاس رو به عقب کار دست استقلال داد. تعویض عمری عالیشاه جواب داد. یعنی پیمان بابایی رو میخوام بفرستن همراه با رمضانی و چه شوتی زد. بازیکن پرسپولیس نزدیک بود دروازه برای بار دوم باز بشه. پرسپولیس 1-0 جلو میفته. این ضربه محکم روی پای راست امید عالیشاه است که توپش با اختلاف کمی به بیرون رفت. یامگا یک تماقلی که برداشته، یه ارسال میخواد داشته باشه پشت محوطه جریمه. آرش رضاوند فرصت داره. استقلال توی محوطه میتونه دروازه باز بشه. پنالتی هست یا نیست؟ فعلا خبری از پنالتی نیست. میره تصویر رو میبینه، به دفعات عقب میکنن تصویر رو، دوباره براش تصویر پلی میشه تا همه نکات مختلف رو ببینه. داور مسابقه رفت به سمت زمین. نه میگه کار دنبال بشه. پنالتی نگرفت موعود بنیادیفر و خودی هردانی. یک کنترل، یه ارسال، یه دروازه، ضربه سر رمضانی. فرصت داره بلانکو، فرصت داره استقلال و هنوز دارن حمله میکنن پشت سر هم دیگه و بالاخره توپی که اونجا متوقف میشه. بازم فرصت داره استقلال تو زمین پرسپولیس. تکل نزدیک داور میذاره کار دنبال بشه. بازم اعتراض جواد نکونام بازیکن استقلال روی زمین هست. همه میگن پنالتیه. داور میخواد کار دنبال بشه. موعود بنیادیفر من فکر کنم این دفعه جدی‌تر از دفعه قبل. اعتراض طرفداری استقلال رو هم به همراه داره. VAR نظر موعود بنیادیفر. میگه VAR پنالتی میگیره. پنالتی رو گرفت موعود بنیادیفر. کوین یامگا داور سود زده. یامگا حرکت میکنه میزنه و خلاف جهت. پنالتی رو گل کرد. جواد نکونام هم میره به سمت نیمکت پرسپولیس. البته تا میانه های زمین یامگا میاد سمت نیمکت استقلال و بازی 1-1 مساوی میشه. ذخیره های استقلال همه ذره اونجا شرایطشون ملتهب بوده. 3-3 رسیدن ناراحت روی زمین. صحنه آهسته گل با هم دیگه میبینیم که بدین شکل خلاف جهت خیلی خوب زد کوین یامگا و دروازه رو باز کرد. کن استقلال و بله چیزی که پیش بینی کرده بودم درست از آب در اومد. داور سود زد. شهرآورد 102 1-1 مساوی تموم شد.